سلام، چول دراز یا $10,000؟ چول دراز. سلام، میشه خدا معرفی کنین؟ ما که هستم دخترای امارت اسلامی، دو سمکارت هستیم. واه، عالی. کاکا جان، آیا من زیبا هستم؟ تلویزیون بدون برق روشن نمی شود. اینطور نیست. ماما چرا کج کج راه میری؟ والا در خور ترکی زیاد دادیم. سلام کاکا جان، یک شعر بگو. سر کوتل هستم، ماتل موتر هستم، به خاطر دختر در بدر هستم. کاکا این بدرنگ هست چند است؟ بدرنگ چه میکنی؟ دختر بدرنگ نمیخورد. کاکا جان، در جنگ ایران و اسرائیل از کدام کشور حمایت میکنین؟ خداوند هر دو اینا تباه و برباد کنه، از هیچ کدامش خوبی ندیدیم. سلام، گفتنی شما با استاد جان چیست؟ جانی اگر صدای مرا میشنوی عاشق دیدارت هستم. سلام، خواست شما از دولت چیست؟ یک شویر پولدر. سلام، سمبوسه ما یا دوزنه؟ جان قربان سمبوسه نازت شو. ماما از کجا هستی؟ شب بیا باز برات میگم. اگر $10,000 برات بتم چی میکنی؟ برات دستکی میزنم. سلام، علاقه به استاد جمشید دارین یا احسان نوری؟ استاد جانی. سلام دخترا، خانه تنها میشین چی کار میکنین؟ جق میزنیم. یک بوسه یا آیفون 16؟ یک بوسه. پیرکی مرا دوست داری یا زنیتا؟ زن ما دوست دارم، تو را چی کم کشد؟ ماچ یا قفاق طالب جان؟ اینه گندگی امی ماج بتی. قبول هستم. کاکا این بدرنگ هست چند است؟ بدرنگ چه میکنی؟ دختر بدرنگ نمیخورد. اگر کسی به شما بگوید دوست دارم مگر پول نداشته باشد قبول میکنید؟ عشق در دل است لیکن زندگی به دلار است. آیا میدانی که اسرائیل به ایران حمله کرده؟ لالا قند به سمبوسه سفید. کرده. کاکا جان، چی گفتنی داری به نمکشای مجازی؟ نمکشای مجازی گیرتان کنم، خشک تیرتان میکنم. ببخشید اگر از شما خواستگاری کنم قبول میکنید؟ فقط اگر پاسپورت خارجی داشته باشی. بله. تا کی باید منتظر باز شدن دروازه های مکتب بمانیم؟ تا وقتی که مردم بفهمن بسته بودن اون دروازه ها بسته شدن آینده است. اگه درس خواندن جرم شده پس عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی همون چیزی که امروز ازش محرومیم و حق دانستن، حق پرسیدن، حق بودن. اگه یک شب پیش تو باشم چه کار میکنی با من؟ لنگ بالا سنبه میکنمت. اوف چقدر مزه بته. کاکا استاد جانی رو میشناسی؟ بله. استاد پوهنتون، دکتر، انجینیر، مامور اطفاییه و حتی فضانورد است. سلام کاکا جان، یک شعر بگو. سر کوتل هستم، ماتل موتر هستم، به خاطر دختر در بدر هستم. چرا ما حق کار نداریم در این کشور؟ موضوعاتی که مربوطت نمیشه سوال نکن. تا چی وقت باید خاموش باشیم؟ در زندگیتان چه میخواین داشته باشین؟ کوس میخوام. یک کوس ناز. سالاست که خمارم. طالبای خرس مکتب دخترا را باز کنید بی وجدانا، وگرنه همین لوله تانک را خودتان بفهمید. طالبای خر اگر مکتب دخترا را باز نکنی همین دست بیل تا بیخ دکونتان میکنم. سلام کاکا جان، نظرتان در مورد این مملکت چیست؟ ای مملکت خوب بیخی گویش رفته. السلام علیکم. شما از کجا هستید؟ شما از کجا هستین؟ من از قندار هستم.